از نظر من آقای اصلانی جزو 3 الی 4 تا بازیگر برتر ایرانه. این نظر اول منه. خب خوبه، خب نظرت باشه. خب من قبلا نظر تو رو داشتم اصلانی رو تا 7 سال پیش 6 سال پیش. الان فکر میکنم اصلا دیگه بازیگر نیست. چرا؟ حالا من الان به شما میگم شما آقای اصلانی رو نمیشناسین، کاراکترش رو داریم در موردش بحث میکنیم. چیزی که برام دادی اینه. شما 3 قسمت دیگه هنوز 5ش هم اومده من 5 قسمت رو دیدم. اصلا 2 قسمت 5 یه اتفاق دیگه ای داره میفته. اصلانی این سریال همش آب بسته شده است. نماهای بد، لو انگل، اونجایی که بالای قبله، اینا برزون نیست. یه آدم کاملا مقواییه با یه سری اکتای معین. چرا همین قصه تکراری رو به نظرت مردم دوست دارن؟ مردم چیزی که جلو دستشونه دارن میبینن. اصلا حق انتخاب دارن. آخه بین چی و چی حق انتخاب دارن؟ یه آبان جلوشونه، یه اون مزخرف چی بود که تموم شد تاسیان جلوشونه. اینا همه تو فاجعه میرسیم به تو. من اصلا آماده این نبودم. من برای پلان به پلانش قطعا فکر کردم.